2 3 بره. نخستین دور مسابقات بایسکلرانی کوهستانی امروز در شهرک امید سبز کابل راه اندازی شد. در این مسابقات حدود 60 ورزشکار اشتراک کرده بودند. محمد حسین حمیدی رئیس فدراسیون بایسکلرانی کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با راه اندازی این مسابقات تلاش دارند چهره‌های نخبه را انتخاب کنند. چون افغانستان یک کشور کوهستانی است، ما ورزشکارای موفقی داریم در اینجا، بتانیم ما افتخار کمایی کنیم به وطن خود. از سایر کشورها ما خواستیم استعدادا را بیابیم. ورزش بایسکلرانی کوهی یک ورزش جدید در افغانستان بوده که دو بخش به نام دانهل و یک جمپه ندارد. مصطفی حسنی، جاوید احمد و امیر، سه تن از اشتراک کنندگان مسابقات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند از کوچه‌گردی و چیز دیگه کنیم چیز جور نمیشه. حتما در حداقل یک هنر در پولی کار خود یاد داشته باشند، خیلی خوب است. هدف از این برنامه امروز نمایی است که ما افرادی که به کارهای بد و مواد مخدر رو میبرن اینا از این کار دست بکشن و برای یک رشته ورزشی خوب بیان، از کار بد همیشه دور باشن. این کارا را نکنن و از جنگ و ناامنی دست بکشن، چون که وطن ما آینده ما خراب میشه و همچنان برای کسانی که این کارا را میکنن ما روبرویشان ایستاده هستیم و نمیمانیم این کارا را کنن و ما متحد هستیم و انشالله موفق میشیم در این عرصه. در اخیر این بازی ها خداداد محمدی، رضا رضایی و حسین جعفری به ترتیب مقام اول، دوم و سوم را از آن خود ساختند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.